خب یه نکته خیلی جذاب بگم. ببین نگاه کن، یه سری هستن مثلا طبقه سوم دوم ست کنترلشون درست عمل نمیکنه به خاطر اینکه منبع سلایه دارن. منبع سلایه که وقتی میاد اینجا آب رو میاره بالا، اینجا شما وقتی یک طرفه بذارید آب میاد تو این قسمت گیر میکنه. وقتی پمپ داره عمل میکنه، منبع دیافراگمتون درست تنظیم شده باشه، آب میره داخل این منبع دیافراگم به اون اندازه‌ای که نیازه ذخیره تحت فشار میشه. وقتی که پمپ خاموش میشه، شما شیر آبو که بالا باز میکنید، آب با سرعت بیشتری از داخل این سراحی رد میشه و به سمت ست کنترل حرکت میکنه. این باعث میشه که اون قطعه‌ای که با جریان آب داره کار میکنه، اون میله‌ای که با جریان آب داخل کیت داره حرکت میکنه حرکت کنه و اون مشکل دیلی یا اون مشکل همیشه فشار، حالا مثلا بعضی وقتا ریست باید بیای بکنی یا مثلا عمل نکردن ست کنترل رو با این موضوع میشه تا یه حد خیلی زیادی حلش کرد.